ادامه انفجار مسجد در قلب کابل. انفجار در مسجد خیرخانه تلفات سنگینی به جا گذاشته است. طالبان و ادامه نشست‌های بی‌نتیجه. طالبان این بار در قندهار جلسه برگزار کردند. ادامه اخراج مهمانان ناخوانده از خاک همسایه. ایران بیش از 3000 مهاجر افغان را اخراج کرد. و خواب گمشده اژدهای خفته از وضعیت افغانستان. سفیر چین از حضور 20 گروه تروریستی در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل میگوید که 21 تن در اثر انفجار شام روز گذشته در یک مسجد در مربوطات حوزه 7 امنیتی شهر کابل جان باختند و 23 تن دیگر زخمی شدند. پیشتر شبکه خبری الجزیره رقم تلفات این حادثه را 20 کشته و 40 زخمی گزارش داده بود. منابع میگویند که حمله بر مسجد صدیقیه در سایه سر کوتل خیرخانه ناشی از مواد انفجاری جاسازی شده بود. در همین حال شفاخانه امرجنسی در کابل میگوید که 27 زخمی از رویداد مذکور به این شفاخانه منتقل شده که 5 تن آنان کودکانند. شفاخانه مذکور به خبرگزاری فرانسه کشته شدن 3 تن را تایید کرده بود. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت حمله بر این مسجد را به عهده نگرفته است. علیرغم ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در سراسر کشور، افغانستان شاهد حملات منظم گروه‌های مسلح بوده است. در ماه‌های اخیر شاخه خراسان داعش مسئولیت اکثریت حملات بر غیر نظامیان را بر عهده گرفته است. طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه این حمله را محکوم کردند. با وجود افزایش حملات انفجاری و انتحاری، اما محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در نشست این گروه در قندهار میگوید که با به قدرت رسیدن طالبان امنیت در افغانستان تامین، فساد اداری ختم شده و اقتصاد نیز رو به بهبود است. به نقل از خبرگزاری باختر که تحت اداره طالبان است، او گفته است بعد از ایمان امنیت بسیار مهم است. طالبان روز پنجشنبه 27 اسد از برگزاری یک نشست بزرگ در قندهار خبر دادند. طبق اعلام طالبان بیش از 3000 بزرگ قومی، عالم دین، فرهنگیان و مقام‌های طالبان در این نشست شرکت کردند. امیرخان متقی در این نشست گفته است که طالبان مشغول تدوین سیاست خارجی است و مدعی شده است که حکومت طالبان در این زمینه دستاوردهای مهم داشته است. این مقام ارشد طالبان بار دیگر تاکید کرده است که طالبان خواهان روابط مثبت با جهان است و از جامعه جهانی نیز خواسته است که به افغانها اجازه دهند مانند دیگر کشورها زندگی خوش داشته باشند. به نظر می رسد منظور آقای متقی از عدم مداخله جامعه جهانی اعمال فشار بر طالبان در خصوص محرومیت زنان از آموزش و کار و فقدان تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی و مذهبی است. وزیر خارجه طالبان در نشست قندهار افزوده است که طالبان با حمایت مردم که نشان دهنده مشروعیت مردمی این گروه است، کنترل افغانستان را در جریان 11 روز به دست گرفتند. مقام‌های طالبان هدف از برگزاری نشست قندهار را بررسی وضعیت جاری افغانستان و برخی مسائل ملی و عمومی اعلام کردند. به گزارش باختر، ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز در نشست قندهار گفته است که پیروزی طالبان بر افغانستان وجدان‌های همه مسلمانان را بیدار کرده است. نشست طالبان در قندهار دومین نشست بزرگ این گروه طی یک سال گذشته است. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در این نشست بار دیگر پیروزی طالبان بر افغانستان را تبریک گفت. منابع محلی از ولایت نیمروز در غرب کشور میگویند که در 7 روز گذشته نزدیک به 3000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. منابع محلی روز پنجشنبه 27 اسد میگویند که 2844 تن از مهاجران افغان از مرز پل ابریشم وارد ولایت نیمروز شدند. ایران که میزبان صدها هزار شهروند افغان است، هر هفته هزاران تن از آنان را از طریق ولایت نیمروز اخراج میکنند. ترکیه، ایران و پاکستان از جمله کشورهایی اند که بیشترین تعداد از مهاجرین افغان در این کشورها به سر میبرند و بعد از سقوط نظام قبلی تعداد آنها افزایش یافته است. سفیر چین در کابل گفته در حال حاضر بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند. وانگ یو بدون نام بردن از این گروه ها از امریکا انتقاد کرد و مدعی شد که این کشور در مبارزه با تروریست ها رفتار دوگانه دارد. چین نگران فعالیت شعبه نظامیان اویغور و جنبش اسلامی ترکستان در مرزها است. طالبان با توجه به نیازی که برای به رسمیت شناخته شدن و بهبود روابط اقتصادی دارند، در جریان مذاکراتی که با مقامات چین در ماه‌های گذشته داشتند، به پکن وعده دادند که
اویغورها را از مرزهای افغانستان بیرون و با جنبش اسلامی ترکستان مبارزه می‌کنند. گفته می‌شود مقامات چین پیش از این در دیدار با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و وزیر داخلی طالبان در این مورد گفتگو کردند. چین جنبش اسلامی ترکستان را تهدید برای امنیت ملی خود می‌داند. این در حال است که سفیر چین در کابل در یک نشست خبری تاکید کرد که با طالبان در بخش‌های مختلف همکاری خواهد کرد و روابط خود را با حکومت کنونی افغانستان گسترش خواهد داد.